گناه و معصیت، نافرمانبرداری از الله، فحش منتشر شده است، همه جا را در بر گرفته است. اگر حتی بیرون اگر ببرای هر جا که هر طرف که نگاه کنی، طرف پیش، طرف راست، چپ، هر جا اگر نگاه کنی تاسفانه چشم انسان به حرام میخوره. یعنی خیلی پین شدگی همه جا حرام. اهل باطل، اهل فاسق دارن شب روز کار میکنن تا حتی اگر راننده هم باشی سری ماشین ده، تا حتی اگر نگاه کنی رکلام هاشونه، تا حتی همه عکس ها و صورت های دخترای لخت و برهنه حرام هستند. هر جمعیت که برای سخن از باطل است، سخن از دنیاست، سخن از غیبت، نمامه، جنگدازی، گناه، معصیت، یعنی خدا ترسی و تقوا خیلی کم شده است. با وجودی که مسلمان زیاد مول است، اما خدا ترس متقی خیلی کم. پناه به الله. مردم از هر طرف به دروازه‌های حرام هجوم میارند، به یگان بک، به یگان ترس و هم تا اونجا که شرم و حیام خیلی کم شدگیه. خیلی کم انسان است که از الله شرم بداره، خجالت بکشه، که هر کاری که هر گناه و معصیت که انجام میدهد دست به حرام میزند، از دید، از چشم الله سبحانه و تعالی پنهان نمیتواند باشد. الله میبینه هر اعمال ما و شما را. الله تبارک و تعالی فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان كنا نستنسخ ما کنتم تعملون. یعنی انسان در این شب روز نمیتونه از کامیراهای که منصوب نصب کرده شده است پنهان شده. چه خیلی میتونه از کامیرای الله پنهان شد؟ کامیراهای دنیا در تاریکی نمیتونن ببینن خطر، نمیدونن اون چیزی که در این درون است ویدیو و نسخه برداری کنن. اما کامیرای الله سبحانه و تعالی شب روز، چی در روشنی چی در تاریکی، هیچ فرقی ندارد. هر چی که در دل است در سینه هست، هر چی که در اینجا است نسخه برداری میکنه. هیچ امکانی نداره که از دید الله پنهان شوی. هیچ قدرت و توانایی نداره یگان کار اعمال بد انسان از الله بپوشونه. احصاه الله و نسوه. الله تبارک و تعالی در محکم تنزیل در سوره مبارکه مجادله میفرماید که احصاه الله و نسوه. انسان اعمالش کرده تا حتی فراموش میکند، اما الله تبارک و تعالی فراموش نمیکند. یعنی همه جا معصیت، گناه، فساد، تباه، فتنه نسبت پدر، نسبت مادر، نسبت فرزند، زن و فرزند، اکا و اکا، جنگ جدال. از مکافات عمل غافل مشو، از مکافات عمل غافل مشو. جوز جو برید گندم زی گندم، هرگز جو کاشتی گندم نمیگیری، یا گندم کاشتی جو نمیگیری. پند حافظ بشنو، حاجه بیرو نیکی کن، بیرو نیکی کن که من این پند به از گنج و گوهر میبینم. واقعا همین خیلی سخنهای در اینجا صحبت از آیات های الله تبارک و تعالی و حدیث هایی که با این تربیت بهتر از پل چیز هستند. امروز برادر دارایی داره، مال داره، ثروت داره، اما خوشبختی نداره. 1400 سال پیش تقریبا پیغمبر ما علیه السلام پیشگویی کرده بودن، معجزات پیغمبر خدا که فرمودن بادروا بالاعمال الصالحه. شما بیش تو باید به سوی اعمال صالحه، شما تیز بسیار اعمال شایسته، اعمال صالح انجام بدید. چرا؟ چون که در آینده در این زمان شما، ما و شما فتنه های بلند میشه، فتنه های میآیند که قطع ظلمات اللیل، مثل
پارچه های تاریک های شب. هرچند شب که شود بیگاه کشید، روز تاریک می شود. تا چند که شب که می رود روز بر روز، تا چند که رفته شب تاریک و تاریکتر می شود. یعنی تا چند که می رود فتنه ها، دشمنی ها، جنگ جدال، بدبختی ها، حرام، معصیت، گناه زیادتر می شود، مولتر می شود. پیغمبر خدا علیه السلام می فرمایند که تا اونجا فتنه، معصیت، گناه هجوم میارد، حرکت میکنه که یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا او یمسی مؤمنا و یصبح کافرا یبیع دینه بعرض من الدنیا. سبحان الله. یعنی تا اونجا میرود دیگه در روی زمین فساد، گناه، معصیت، ترک خدا که انسان مؤمن یعنی که مشغول دنیا میشه. تا اونجا کار و بار، مال و چیز، دارایی، پول، مشغولیت دنیا تا اونجا که از خودش فراموش میکنه. که تا اونجا انسان وقتی که از دنیا برمیگرده خونش میآید مؤمن است، در حالی که مسلمان است، اما که شب سپری میکنه در خونش سب بلند میشه، الکی کافر شده است. سببش چیه؟ او در خونه کو، در بیرون نیست کو. سببش تلویزیون، اینترنت برادران، یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام و دیگر شبکه. شب روز اهل باطل کار میکنن، در حالی ما و شما خوب هستیم. شیخ نبیل العوضی در یک سخنرانی سخن میکرد. وقتی که گوش کردم گفت که دشمن 400 کانال و 23,000 سایت یعنی که باز کردن که شب روز فیلم ها و کینوهای مبتذل حرام منتشر میکنن تا مردم بندگان الله از الله بزنن، از راه سعادت، از راه حق به باطل به جهنم ببرن. حالی که اون یعنی اون وقت تا این زمان ما و شما را چندین هزار گه با سایت کانال روی کردن. او پیغمبر ما، پیغمبر دلسوز مهربان ما و شما 1500 سال پیش خبر داده بود، آگاه ساخته بود ما و شما را. او با خبر باشین. انسان خانهش میاد، مؤمن است، پگاهی سحری از خانهش بیرون کافر چی معنی داره؟ همین است دیگه. آخی اینترنت، تلویزیون، چقدر حرام تماشا میکنه. یا که از خانهش بیرون میبره، مسلمان است، اما بعد از اینکه دنیا خانه یعنی بیگاه خانه میاد برمیگرده از دنیا، کار و بار فرق دنیا الکی کافر شده، نعوذ بالله. سببش یبیع دینه بعرض من الدنیا، یعنی دین چه آیین چه با یک پارچه ناچیزی دنیای فورنی نعوذ بالله میفروشه. برادر عزیز، زمانی که یک نظر بر دختر لخت برهنه میکنی، فرنه در بیرون، در یوتیوب، در شبکه‌های اینترنتی، چی خطر این خطرناک داره که پیغمبر خدا السلام در حدیثش، یعنی که حضرت حذیفه رضی الله عنه روایت میکنه پیغمبر خدا که علیه السلام فرمودند النظرة سهم من سهام ابلیس المسمومه، نظر کردن به حرام بر زنهای لخت برهنه با فیلم های مبتذل، یعنی این یک تیر زهر آلود از تیرهای ابلیس هستند که اگر انسان وقتی که نظر به حرام میکنه، یعنی اون تیر زهر آلود ابلیس و شیطان در قلب ایمان انسان میزنه. اگر هر چی که در اینجا باشد از بین میبرند، میکشد، هلاک میکنه اینجا ایمانه. نه فقط تیر زهر آلود، اگر با تیر از بر نبرد، یعنی که زهرش با تأثیر سختر، زلال سختر، مولتر بدهد. فمن ترک من خوف الله اثابه الله عز وجل ایمانا یجد حلوته فی قلبی. هر کس اگر همین نظر حرام، نظر کردن به سوی حرام از الله دیده بترسه، ترک بکند لله، در عوض الله سبحانه و تعالی چنان ایمانی میده که لذت احساس میکنند، لذت و شیرین ایمان احساس میکنند. البته از ما و شما هستن کسانی که انشاءالله
الله رو دوست می‌دارن از محرمات چشمش میپوشن. وقتی که چشم نمیپوشن از الله چقدر شیرینی. سبحان الله. احساس این کنی الله اکبر، چقدر دوستی الله، دستگیری الله، محبت الله انسان در قلبش دوست میکنه. نه که با کوچکی گناه، بلکه میگه که کی را تو معصیت کردی، کی را سر نافرمانبرداری کردی. الله عظیم عزیز خالق تمام هستی. برادران عزیز، از الله ترسیدن در کار. گناه و معصیت حرام خیلی خطرناک است، ویروس است. انتی ویروس توبه و برگشت به سوی الله مهربان است که شب و روز در منتظر برگشت ما و شماست و از برگشت ما و شما خوشحال می شود.